این دستشونه. People who are holding this and go to stadium are nice, good people. They are not going to start any kind of harassment or fight or argument or anything like that. Who would have done that? FIFA, asshole, motherfucking FIFA. The other side, Yes. the ones that carry that fucking flag with some kind of a scorpion or whatever the shit that is in the middle of it. The other ones are wild and assholes. Not the people who hold this. یکی به پیفای مادر قهده بگه مردمی که این دستشونه میرن توی استادیوم اینا آدم حسابی هستن. اینا وحشی پدر مادر مثل اون جاکشایی که طرفدارهای IRGC هستن نیستن که بخوام بیان مسئله شروع بکنن. برو اونا رو بگی جاکش بنداز بیرون. و برای دولت امریکای کسکش و رئیس جمهور اولاغ امریکا این بهترین موقعیت بود. بریزین تو اونایی که شروع کردن اون پرچم دستشونه رو بگیرین صف از همونجا ببرین فرودگاه ببرین تو افبا بفرستین ایران بدون اینکه یک مهلت بهشون بدین هیچ جای دیگه برن. جاکش هم میخواین از IRGC طرفداری بکنین برین اونجا بکنین. این بدبختی ماست. ما چجوری جواب دادیم به اینها نمیدونم. اینم چون این بک‌گراند من سبز رنگش از این حرفا، این رنگ سبز پرچم ما متاسفانه درست نشون نمیده ولی همتون میدونین این چیه. اینه پرچم ایران و کرده و مادر قهده‌ای که بخواد بیاد عوضش بکنه. که IRGC یا اون مله‌های مادر گنده باشن که اومدن وسطش نوشتن الله خود کستای دیوس الله سگ کیه. الله در زمان That's enough. باز گناه تا دیگه برنامه نماسته الله اکبر اتابکی جاکش